واقعا ما که این امروز دیدم خودم شاهد چندین صحنه لومړی‌ها بودم که واقعا که رفتار که بسیار مشکل بود. حالا من اینجا دیدم با چشم سر واقعا فهمیدم که ما نیروی امنیتی بسیار بسیار همه صادق داریم. وقتی این کارو ما بتونیم در چه گفته که نیروی امنیتی ما صادق باید اگر با وظیفه خود صادق بود صادقانه کار کرد سر راست نمیگه. واقعا قانون تطبیق میکنه و قانون به فکر میکنه. حالا ما که اینجا دیدم واقعا یک وجه حال بسیار دیدم بعضی مردم بسیار اذیت شدن و در این زمان سربازی که برای حفظ ناموس ملی ما هر لحظه قربانی میتا او را شهید کردن. بنان این قابل تحمل نیست و بنان اینا باید هر کس که امنیت ما را خراب میسازه باید سرکوب شود. هر کسی که کاری میلیون دلار این مردم را گرفته دستش نکرد موتورش را از تا افتخار ما کف زدن نمیکنه از خوشی. زنده باد نیروی امنیتی ما به خاطر مردم خود برآمد، به خاطر دفاع مردم خود.
خلوا